سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا اسماعیل، برادران، خواهران، اپا و دادران، جمشید خلف هستم، شهروند جمهوری تاجیکستان. در مسافرتم بیماری پارکینسون دارم. صاحب 4 گلکیم، معده نوبالیت. از برادرها کمکم کنین. خاطر دارم تینکو به نام خودم +7 977 426 59 10. جمشید خلف 992 975 19 01 19. نصرت ما رستم آونه خواهرم. از برادرها کمک کنین، درتون دوم میکنم چون که حالتم بر چیزی سخت رویتم. سلام علیکم. سلام عزیزان دین. مراجعتی برادرم جمشید رجب 45 ساله، صاحب 4 فرزند نابالغ و مردم خیرخواه. دوستان عزیز، برادرم جمشید 23 سال می شود که به بیماری پارکینسون گرفتار است. تا آب از آب می کشد. در مهاجرت است. به نیت تبوت به اینجا آمد، ولی مبلغ برایش کفایت نکرد. از همه اپا و خواهران برادران دست بخیر از برای الله خواهش میکنم بیایید بی‌طرف نشویم، همین نوا رو پهن کنیم و به همین برادران جمشید جان کمک خود را رسانیم. انشاءالله ثوابش به ما نیز میرسد. کدامی که امکانیت دارید سهمگذاری کنید، کدامی که امکانیت ندارید در حقش دعا باشید. الله از همه ما و شما راضی باشد. آمین.